مبارزه مایک تایسون و جک پاول طبق سناریو پیش رفته. یه شخص با یه اکانت ناشناس تو اینترنت سناریوی این بازی کاملا ساختگی رو منتشر میکنه و دقیقاً مسابقه طبق همین نقشه پیش رفته. ولی سناریو چی بوده؟ راند اول مایک سبک قدیمی و اصلی خودش رو باید حفظ کنه و راندو ببره. راند دوم جک فاصله‌اش رو حفظ کنه و تایسون یه ضربه بدنی میخوره که دقیقاً همون چیزی بود که اتفاق افتاد. راند سوم جک و تایسون بی‌حس و بیجون بشن، طوری که تایسون خسته تر به نظر برسه. راند 4 و 5 تایسون به وضوح خسته تر بشه و جک ضربه های پشت سر هم بزنه. راند 6 جک زبونش رو در میاره و شروع میکنه به تحقیر کردن تایسون. راند 7 جک دیگه امن بازی میکنه و در نهایت راند 8 جک پاول به تایسون تعظیم میکنه و به نشونه احترام و طبق تصمیمی که گرفته بودن جک مسابقه رو برنده میشه. جک از این مسابقه دروغین $30 میلیون و تایسون $20 میلیون به جیب میزنه.